خب با سلام خدمت شما دوستان عزیز و محترم. دامنه نفوذ اساتید تعمیرکار به برد مانیتور هم رسیده. استفاده از سیم به جای این مقاومت فیوزی که در اینجا قرار داده شده و در تصویر مشخص است و مثل خیلی از مسائل دیگر زندگی در کنار عزیزان خلق کننده شاهکارهای تعمیراتی اجبار هست و همچنان ادامه دارد. به امید دیدار شما.